خیردی شاه سلیمان. زمانی که شاهی خیردمند سلیمان پیر شد، فرشته به نزدش آمد و گفت: شاها، این آب حیات را بگیر، قطره از آن بنوش و تو عمر جاودان خواهی یافت. ولی شاه سلیمان با خرد و ملاحظه کار بود. فرمود که 3 نفر راهگذر رو که از نزد قصرش میگذشتند پیشش آرند. بزودی جنگاور، تاجر و دهقان را آوردند. سلیمان از جنگاور پرسید: بگو که من اگر آب حیات را بنوشم و عمر جاودان یابم، آیا خوشبخت می شوم؟ جنگاور جواب داد: بله، خوشبخت می شوی. هزارها سال زنده می مانی و فرصت می یابی که تمام دنیا را فتح بکنی. مگر مردم تمام جهان را تابع کردن خوشبختی نیست؟ آن وقت شاه از تاجری ثروتمند پرسید: بگو که من اگر آب حیات را بنوشم خوشبخت می شوم؟ تاجر جواب داد: بله، می شوی. تو چند هزار سال زندگی می کنی و هر سال ثروت تو افزونتر می شود. مگر از هر سال بر ثروت خود افزودن خوشبخت نیستی؟ شاه سلیمان از دهقان پرسید: بگو که اگر من آب حیات را بنوشم خوشبخت می شوم؟ آیا جنگاور و تاجر به من حقیقت را گفتند؟ دهقان جواب داد: شاها، هم جنگاور هم تاجر به تو فقط نصف حقیقت را گفتند. آنها به تو گفتند که چرا خوشبخت می شوی، ولی نگفتند که چرا بدبخت می شوی. تو چی می گویی نادان؟ فریاد زدند تاجر و جنگاور. چطور شاهی که عمر جاودان دارد بدبخت می شده است؟ دهقان گفت: به حرف من گوش بده شاهی خردمند. تو قطره از آب حیات می نوشی و عمر جاودان می یابی. زمانی می رسد و زنی دوست داشتت می مرد، ولی تو همانا زنده و ثروت جمع می کنی. فرزندانت نیز از این دنیا می روند، ولی تو همانا زنده و از قدرتمندیت افتخار می کنی. فرزندانت نیز زیر خاک می روند، ولی تو همانا زنده و ثروت فراوانت را حساب می کنی. هم دوستان جانیت، هم خدمتگارانی با وفایت در پیش چشمانت از این عالم می روند، ولی تو همانا زنده ای. روزی می رسد که در نزدت نه زنت را می بینی و نه فرزندانت را، نه بیرگانت را، نه دوستانت را و نه نوکرانت را. انا چه خوشبختی تو را پیش می آید شاهی با خرد ما. و حالا اگر خواهی این آب را بنوش و عمر تو جاودان می گردد. نمی خواهم، گفت شاه سلیمان. زندگی را چه کنم اگر در پهلویم فرزندانم نباشند؟ ثروت فراوان را چه کنم اگر نبیرگانم را زیر خاک بینم؟ قدرت توانایی را چه کنم اگر همه دوستانم مرده باشند؟ شاه این را گفت و کوزچه را به زمین زده پاره پاره کرد. زمین آب حیات را به خود کشید.